در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان نمایندگان اتحادیه اروپا ضمن یک مکالمه از دولت تاجیکستان خواستند که به حقوق مردم از جمله حقوق آزادی بیان احترام بگذارد. مکالمه درباره حقوق انسان در بین دو طرف امروز 15 نوامبر صورت گرفته است. حکومت تاجیکستان باید دسترسی به اطلاع برای تمام خبرنگاران را آسان کند و دسترسی آزاد به اینترنت، وبسایت های خبری، شبکه های اجتماعی را برای تمام شهروندان فراهم سازد، چون هر دو ستون حقوق انسان و رشد اقتصادی هستند. در مکالمه نمایندگان اتحاد اروپا اظهار نگرانی کردند که فضا برای مراعات حقوق انسان در تاجیکستان تنگتر می شود. حکومت رقیبان سیاسیش را زندانی می کند، اعضای خانواده آنها و وکیلان دفاعشان را آزار می دهد. اما اینجا باید ذکر کرد که این گونه مکالمه های پروتکلی و نشر بیانیه ها نه تنها از جانب اتحادیه اروپا بلکه از جانب دیگر سازمان های با نفوذ جهانی مثل سازمان امنیت و همکاری اروپا و حتی سازمان ملل متحد هم شده است. اخیراً قریب یک سال پیش سازمان ملل متحد بعد سنجش 2 ساله از تاجیکستان 6 ماه مهلت داده خواسته بود که بدون قید و شرط زندانیان سیاسی محمد علی حید و بزرگمهر یاروف را آزاد کند. حالا 1 سال می شود همانا این نفران در زندانند. اکنون این توصیه ها تا کجا به گوش مقامات تاجیکستان می درآید گذشت وقت معین می کند. باید قید نمود که در این مکالمه حقوق انسان بین اتحادیه اروپا و تاجیکستان دایر به اکریدیتاسیون و یا اجازه کار گرفتن 7 خبرنگار رادیوی آزادی هم صحبت شده است. در بیانیه آمده است اتحادیه اروپا به اکریدیتاسیون بقیه خبرنگاران تاکید کرده است تا رادیو تواند آزادانه در تاجیکستان فعالیت کند. این زمان 11 کارمند دفتر رادیوی آزادی در دوشنبه منتظر گرفتن اکریدیتاسیون هستند. گفتنی است اتحادیه اروپا یکی از شریکان اقتصادی تاجیکستان است و این زمان تاجیکستان یکی از دستنگرهای اتحادیه اروپا است و اتحادیه اروپا از کمکرسانهای اصلی تاجیکستان به حساب می رود. تا کنون اتحادیه اروپا برای اجرای طرح‌های اقتصادی و اجتماعی به تاجیکستان صدها میلیون یورو کمک کردند. سازمان‌های بین المللی حامی حقوق بارها از رهبران اتحادیه خواستند در عوض کمک و دستگیری طرح‌های اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان از حکومت رعایت حقوق انسان و تحکیم دموکراسی را طلب کنند.